توسط وبسایت کینگ مووی. برو مرد جوان، ما استخدام نمی آقا من واقعا قویم. کنگ فو این بلدم. باعث میشه شانس استخدامت کمتر بشه. از سر را برید کنار، برید کنار، گفتم برو کنار، از سر را برو کنار، برید کنار، مراقب برو کنار. بیا کنار. چیزی نیست. خیلی ممنون آقا. حالت خوبه بیانی؟ آره خوبی؟ برادر لطفا صبر کنید. سخت کار کن قصاب رنگ. ببینم رئیس حقوقتو بالا برد. هیچ وقت خسته نمیشم، همیشه پر انرژی. هی قصاب رون، بیا یه نوشیدنی باید به بخور. مشتری برسم، شاید دفعه بعد. عمویا کلوچه های بخارپز شما بوی خوبی داره. اینقدر چاپلوسی نکن، بگیر. این مال آقا کوچولو. کلوچه یه بخارپز تازه. چقدر جرأت داری عوضی؟ نکنه میخوای ما پولو بدیم؟ شما پول میخواین درسته؟ خب مبلغ اجارش رو بهش بگو. ما قبلا اجاره رو پرداخت کردیم. منظورم اجاره ماه بعده. زود باش دیگه. اون اجاره رو پرداخت کرده، شما باید هزینه کلوچه های بخارپز رو بدید. اشکالی نداره، فقط چند تا کلوچه بود. مهمون من باشید. میخوای با من حرف بزنی؟ با مشتم حرف بزن. خسارتی که بهش وارد کردید با کرایه ماه بعد جبران میشه. دست از قلدر بودن بردار، وگرنه با من طرفی. استاد وقت مناسبی برای دعوا نیست، باید از اینجا بریم. لازم نکرده بخندی. دردسر بزرگی درست کردی.
دایی تکنیک باکس پسر دایی خیلی پیشرفت کرده. حتی یه قصاب جرأت میکنه هنرهای رزمی مدرسه منو تحقیر کنه؟ تسای جیمبو، همیشه خودتو زیادی دست بالا میگیری. چند نفر دیگر رو با خودت ببر، یه درس حسابی بهش بده. برام مهم نیست که ناجوان مردانه هم مبارزه کنی. دایی بهت قول میدم که دست خالی بر نگردم. برادران نسللی دنبالم بیاین. چشم. به همین دلیله که من کسانی که کنگفو بلدن رو استخدام نمی کنم. من دوست ندارم تو درد سر بیفتم. تو فقط تسایی رو تحقیر نکردی، بلکه مدرسه هنرهای رزمی رو هم تحقیر کردی. تقصیر من بود. برای من فقط امنیت شما مهمه، با عواقبش روبرو میشم. چرا گوانگجو رو ترک نمی کنی و برای مدتی مخفی نمیشی؟ شاید بتونیم از این وضعیت جون سالم بدن. روی فقط جوونمردی به خرج دار، چرا باید از اونو بترسیم؟ تو دخالت نکن بچه جون، برو بازی تو بکن. بچه جون ببینم تو هیچ میدونی جوان مردی چیه؟ استاد تسایی لطفا ما رو ببخش، اون فقط یه بچه است، هیچی نمیدونه. حالا من میخوام بهت یاد بدم که جوان مردی چیه. با دقت نگاه کن. بذار اونا برن، بیا خودمون حلش کنیم. مگه نمیخوای قهرمان باشی؟ خب فرصتشو بهت میدم. خب خوشت اومد قهرمان؟ تو هنرجوهای مدرسه هنرهای رزمی تحقیر کردی. با همین دست منو زدی اره؟ تو باید تاوان کاری که کردی و پس بدی. اگه قبول نکنی یه نفر دیگه باید جای تو تاوانشو پس بده. باشه، این دستمو بگیر تا وقتی با اونا کاری نداشته باشی هر چیزی بخوای بهت میدم. بیا دیگه، معطل نکن. باشه قبوله. چاقوی یه قصاب باید اونقدر تیز باشه که بتونه هر چیزی رو قطع کنه. پس نگه دارید. چیه؟ استاد جوان، استاد ایشون گفتن که شاید سوء تفاهمی پیش اومده باشه. چی میگی تو؟ و همینطور گفتن از اونجا که ایشون برادر استاد وانگ هستن باعث میشه دوستم دیگه هم باشن و دوستان باید با هم صمیمی باشن. استاد وانگ؟ استاد وانگ لطفا ما رو ببخش. از اونجایی که عمم داره سنش بالا میره یکی رو میخواد که بتونه بهش اعتماد کنه. به خاطر همینم پدرم خیلی گوش به اوامرشه. همینم باعث شده اون مغرور و گستاخ بشه. تسای مردی تنگ نظره، همیشه دوست داره مورد توجه قرار بگیره و همیشه شک داره که بقیه اونو حقیر میدونن. گاهی اوقات ممکنه از کاه کوه بسازه. گمون میکنم اون چه که امروز اتفاق افتاد یکی از این موارده. به همین دلیل باید بگم که متاسفانه اون باعث
ناراحتی دوست شما هم شد. اونقدر مهم نیست استاد. همه ما اهل هنرهای رزمی هستیم. گاهی اوقات خشممون بر ما غلبه میکنه. من میدونم که استاد اونگ مایل به دوستی هستن، اما من واقعا در تعجبم که چه چیزی شما رو وادار میکنه اینقدر اون مرد قصاب حساب کنید. دوستیابی همیشه کار سرنوشته. ما مردان هنرهای رزمی نباید خیلی به ثروت یا موقعیتمون اهمیت بدیم. ضمناً من وانگ فی هونگ چیزی جز یه پزشک ساده نیستم. من عمیقاً تحت تاثیر روشنفکری شما قرار گرفتم. بهتره بگم پسرم همیشه از شما تعریف میکنه و شما رو تحسین میکنه. من همیشه استاد وانگو تحسین میکردم و آرزو دارم از شما یاد بگیرم. اگه میتونید با مهربونی استعدادنده که منو تحمل کنید لطفاً اجازه بدین من شاگرد شما باشم. من شما رو ناامید نمیکنم. تبدیل به شخص وفادار و شایسته شما خیلی متواضع هستید. این یه ریشه گلت هفتنده. شما ارزش داروهای گیاهی رو درک کردید. معتقدم که میتونید از اونا به خوبی و به درستی استفاده کنید. من نمیتونم اینا قبول کنم. هیچ کاری براش انجام ندادم. ماجرای رونگ حل و فصل شده. از اون جایی که ما دارای ذهنیت مشابهی هستیم امیدوارم بتونید پسرم رو راهنمایی و حمایت کنید. عمو یوان، این استاد وان کیه؟ چرا به من کمک کرد؟ چطور رود میشه خودتو بوکسر هونگ خطاب کنی؟ من خیلی وقته که استاد وانگو میشناسم. تو خیلی خوششانسی که نجاتت داد. اون بوکسر بزرگیه، واقعا مرد شریفیه. اون باید تو کنگ فو عالی باشه. پسر نادون، هیچی حالیت نیست. اتفاق امروز رو در نظر بگیر. با اینکه اونو نمیشناسی تصمیم گرفت کمکت کنه. این چیزیه که استاد وانگو قابل تحسین میکنه. شما خیلی منو دست بالا گرفتین. این روزا در گوانگدونگ افرادی که هنرهای رزمی تمرین میکنن همه اسم شما رو شنیدن. چنگ بی جوان آینده داریه. شهرت شما کمتر از من نیست. فکر نمی کنم من اونقدر خوب باشم که بتونم معلم شما بشم. فکر نمی کنید پسرم به اندازه کافی خوب باشه؟ اصلا اینطور نیست. همونطور که گفتم دوستیابی همیشه کار سر نوشته. پیدا کردن معلمم همینطوره. فکر کنم بهتر باشه من و چنگ بی با هم دوست باشیم تا معلم و شاگرد. ولی استاد وانگ، پدر، من خیلی بی‌تاب بودم. به نظر میرسه چنین درخواستی غیر رسمی بوده باشه. ما باید به استاد وانگ مدتی فرصت بدیم تا در موردش فکر کنه. بی نهایت از شما متشکرم. و همینطور شما استاد. خدا نگهدار. من تمام تلاشمو کردم تا اونو نرمش کنم، اما اون درخواسته منو رد کرد. این به معنای یه سیلی محکم به صورت منه. اون در واقع یه استاد کنگ فوه، اما اساتید دیگه ای هم وجود داره. کاملا درست میگی، حق با تو. اما اون وانگ فی هانگه. من فقط اسمشو لازم دارم. این یعنی چی؟ تو این همه سال خیلی زحمت کشیدی. این هدیه از استاد اونه، مثل فرزندی که باید در خور پدر و مادرش باشه. احتمالاً وقتش رسیده کم کم بری خونه. یعنی به اون ویرونه برگردم؟ چقدر سخاوتمندانه. نیاز نیست نگران باشی. اونجا مدارس زیادی وجود داره و مغازه هایی که تو زادگاهت باز باشن. از اونا میتونی اجاره قابل توجهی دریافت کنی. بعد از فرستادن من وانگ فی هونگ چنگ وی رو به عنوان شاگردش انتخاب میکنه؟ استاد جوان، دایید با شما خیلی خوب رفتار کرده. رابطتون رو خراب نکنید لطفاً. قبول میکنم. اینو برای من نگه دار. میتونی اجاره‌رم برداری. فقط این پیغامو بهش برسون. من یه درخواست دارم.
تسای جیمبو، میتونی مبارزه کنی، اما اگه صدمه دیدی ما رو سرزنش نکن. پسرمه، من مشکلی با رقابت ندارم، ولی هر وقت خواستی تمومش کنیم بهم اگه بگو. بمیرمم هیچ کدوم از شما رو سرزنش نمی کنم. نشونم بده چی تو چنده داری. مبارزه خوبی بود. امیدوارم به چیزی که میخوای برسی. اگه وانگ قبول کرد استادت بشه، منم در جریان بذاریم. این تمام استعدادیه که من دارم؟ همه بهم دروغ گفتن؟ پدر بزرگ، من الان دیگه تو گوانگجو برای خودم جایی دارم، اما یوان با من خوبه. باید برای من خوشحال باشی. همیشه به من میگفتی کنگ فو به تنهایی برای زندگی کردن کافی نیست. حالا فهمیدم منظور شما چی بوده. همیشه میخواستی من ازدواج کنم، اما متاسفانه فعلا باید صبر کنم. من الان هدف خودم رو تو زندگی دارم. با دعای خیر شما یه روزی یه بوکسور عالی مثل استاد وانگ میشم. برو داخل، با تیر کمونت بازی نکن. سلام، کمک نمیخواین؟ سلام عزیزم، خودم انجامش میدم. عمو رنگ بیا کمک کن. خیلی خوب، اجازه بدین کمک کنم. میخواین کجا بذارینش؟ اونجا. تو کی هستی؟ گم شدی آره؟ ممنونم. فقط همین بود؟ دیگه کمک نمیخوان؟ همون بود. کی دوباره باید این کارو بکنی؟ اگه دوست داری بانو کوهانا میتونی جا به جا کنی. برو خونه عمو رنگ، داری باعث خجالتم میشی. خیلی خوب، خداحافظ. نخند، اون بهت علاقه داره. ببینم اون کیه؟ اون برای خانواده بیانی کار میکنه. آها، خیلی خوب دیگه برو، الان وقت کلاسه.
ببینم پول گم کردی؟ نه. به خودت نگاه کن، اصلا تو باغ نیستی، همه گوشتو خراب کردی. چطور میتونم اونو بفروشم؟ نباید حواسم پرت عشق بشه. میخوام یه بوکسور عالی توی هنگ باشم. به کارت برس. مدیر صورت حساب لطفاً. میگم صورت حسابه. بله اومدم. خب بیا اینم خیلی خوب، روز خوبی داشته باشی. همینطور. منو ببخشید، مدرسه رزمی استاد وان کجاست؟ فقط چند قدم اونورتره. اونا دارن جلوی مردم تمرین میکنن، نمیترسن ممکنه تکنیک اونا رو بدزدن؟ مثل اینکه استاد وانگو نمیشناسیدا. 4 5 6 7 8 9 10. ببخشید استاد وانگ اینجا؟ 5 6. میخوای شاگرد اون بشی؟ بله. ایشون داخل هستن و دوست ندارن موقع بازی کسی مزاحمشون بشه. 8. خیلی ممنونم. 9 10. شما پیشنهاد استاد ما و پسرش رو رد کردین. هر دو در دنیای رزمی سرشناسین. میترسم باعث ایجاد تنش بین شما بشه. شما دانش آموزان خیلی زیادی دارین. چرا موچنگوی رو رد کردین؟ شاگردای منو میشه به 2 دسته تقسیم کرد. یکی به صورت اسمی که بوکس رو فقط برای سلامتی یاد میگیرن و دوم کسایی که جانشین میشن. من تکنیکای واقعی رو به اونا آموزش میدم. اونا مسئولیت جانشینی رو به عهده میگیرن و باعث افتخار بوکس هنگ میشن. خانواده مو رفتار خوبی ندارن و در مورد چنگبی اون باید آزمایش بشه. مو چنگبی قبلا هم کلاسی من بود. من اونو یکم میشناسم. استعداد فوق‌العاده‌ای تو هنری رزمی داره. اما اخلاق خوب به اندازه استعدادها اهمیت داره. با من کار داشتی؟ استاد وانگ. استاد وانگ، من میخوام شاگرد شما شم. خانم کهن، شکل و حالت راه رفتن شما نشون میده که قبلا بوکس رو یاد گرفتی. از کی یاد گرفتین؟ من بوکس هنگو از پدر بزرگم یاد گرفتم. بگیرش. تقریبا رضایت بخشه. شما دیگه شاگرد منید. اما اول باید سنجاق مو رو از خانم کوهان بگیرید. اما خانم کوهان یه زنه. استاد وان، کار خیلی آسونی نیست. من به تو تکنیکای جا خالی دادن رو یاد دادم. مدت زیادی تمرین کردی. فرصت خوبیه که امتحانش کنی. هر طور که شما بخواین استاد. لینگشرانگ، بفرمایید. خانم کوهان، با اجازه. حالتون خوبه خانم کوهان؟ من حالم خوبه. متاسفم استاد وانگ. این همه کاریه که میتونم انجام بدم. من تو رو به عنوان شاگردم قبول میکنم. متشکرم استاد وانگ. استاد وانگ، مگه نگفتین که اخلاق خوب و استعدادا
هر دو مهم هستن. آره ولی سرنوشتم مهمه. من درک نمی کنم. فکر می کنم شما سعی می کنین از خانواده عمو یوان محافظت کنین. باعث افتخارمی که شما رو در کنارم دارم. از اشخاص بزرگ هنرهای رزمی در گوانگجو خواستم که وانگ فی هانگ رو به صرف چای دعوت کنن. اون قطعا قبول میکنه. پدر، من دیگه نمیخوام شاگرد اون باشم. تو چی داری میگی؟ من پسر تو هم. به همین دلیله که دیگران به هم میبازن. اگه به خاطر تسای جینباهو نبود، من هنوز یه احمق مغرور بودم. اما حالا دیگه نمیتونم خودم رو گول بزنم. من باید مسیر خودم رو طی کنم. نگران نباش استاد، مجبورش میکنم به عنوان شاگرد قبولت کنم. بگو ببینم مشکل چیه؟ وانگ فی هنگ افراد سرشناس هنرهای رزمی در گوانگجو رو به چای خونه سونگیویی دعوت کرده. این مراسم شاگرد جدیدشه. استاد وانگ مرد محترمی. اون به سابقه اهمیت نمیده. اما ممکنه یه سریا خوشحال نباشن. استاد وانگ آدم صاف و صادقیه. کی میخواد از اون بد بگه؟ خواهیم دید. استاد وانگ. بوکس هنگ در لینگان معروفه. استعداد من محدوده، اما من سالها تمرین کردم و شهرت کمی به دست آوردم. من مدت‌ها آرزو داشتم که یه شاگرد با استعداد و خوش اخلاق بپذیرم، به طوری که بتونه بوکس هنگو جلو ببره. امروز میخوام همه شما شاهد من باشید. من به طور رسمی لین شرونگو به عنوان شاگرد خودم میپذیرم. تبریک میگیم. واقعا لایقشی. چه عجل دارید ها؟ منم استاد هنرهای رزمی هستم. فقط چند دقیقه دیر کردم. چرا استاد وانگ منتظر من نموند ها؟ دوستان پوزش میکنم. خوش اومدین استاد. قدم رنجه میکنم. منو ببخشید استاد ما. بفرمایید بشینید. استاد وانگ، شما با این معتقد هستین که آموزش برای همه است؟ پسرم بارها از شما خواسته که به اون آموزش بدید، اما شما رد میکردید. حالا شما یه قصاب رو به عنوان شاگرد خودتون انتخاب میکنید. نکنه مدرسه هنرهای رزمی شما رو دلخور کرده؟ امیدوارم بتونید توضیح بدید. این سوال شما منو واقعا میترسونه استاد ما. جواب شما بسیار واضحه. ببینم نکنه با مدرسه رزمی من مشکل دارید آقای وانگ؟ آموزش و یادگیری به تمایل هر دو طرف بستگی داره. لطفاً بشینید و چایتون رو بنوشید استاد. درخواست شما نیاز به بحث بیشتری داره. از سوال من تفره نرید. مهمانان همگی منتظر جواب شما هستن. هنرهای رزمی جوهر چینه. رزمیکاران باید هم با اخلاق و هم با استعداد باشن. این در واقع سنت ماه. هر کسی که هر دوی اینا رو داشته باشه میتونه مبارزه کنه. کسایی که نه استعداد دارن و نه اخلاق، مهم نیست که چقدر پولدار باشن، نه هرگز شاگرد من نمیشن. از کجا میدونید این قصاب اخلاق خوبی داره و اینکه چقدر استعداد داره؟ شما میخواید من فرد فاسدی مثل تسی جینباهو رو به عنوان شاگردم قبول کنم؟ استاد وانگ، واقعا میخواید آبروی ما رو ببرید؟ رانگ، مراسم رو شروع کن. درخواست پسرم خیلی هم صادقانه است، اما شما همچنان اونو تحقیر میکنید. امروز باید به ما توضیح بدید. میخواید من چی کار کنم استاد ما؟ اجازه بدید
اونو به روش خودمون حل و فصل کنیم. بسیار خوب. در حضور تمام یارانم در گوانگژو با توصیه شما موافقم. هر دو ما بالغ هستیم. درست نیست که اینجا مبارزه کنیم. شما شیرشاه هستیم. بنابراین پسرم و رنگ در قالب رقص شیر مبارزه میکنن. اگر پسرم برنده بشه شما باید اونو به عنوان شاگرد قبولش کنید. اگه اون ببازه دیگه هرگز حرفشو نمیزنم. پدر، ما اومدیم اینجا تا تبریک بگیم. میتونیم هر دو کارو با هم انجام بدیم. هر طور که شما بخواین. اما لطفاً بعد از مبارزه به حرف من گوش بدین. لطفاً. استاد وانگ، خواهش میکنم بفرمایید. بفرمایید. استاد، از رقص شیر چیزی نمیدونم. میشه همه چیزو به یه شکل دید. شیر فقط یه فرمه. بوکس مهمه. تو شیر هستی و شیرم تو. همچین ادغامی هسته اصلی نبرد رقص شیره. چنگو، در رقص شیر عالی هستی. این فرصت خوبیه که اعتبارتو دوباره به دست بیاری. زیاد روی کردی. چون پا به پای هم پیش رفتن باید بی خیال قصاب بشیم، وگرنه ممکنه همه به ما بگن زورگو هستیم. بیا بریم. استاد، این چایو بنوشید. پدر، شما به هم قول دادین که تو یادگیری بوکس آزاد باشم. من یه استاد برات پیدا میکنم که 10 برابر بهتر از وانگ باشه. فراموششون کن. همین الانش هم ما اونو دشمن خودمون کردیم. ما حالا دیگه مایه خنده مردم گوانژو شدیم. فرزندم، تو آینده مدرسه رزمی هستی و من به تو نیاز دارم تا وانگ و شاگرداش رو شکست بدی تا اعتبارمونو دوباره به دست بیاریم. متوجه منظورم میشی؟ پدر، من در موردش فکر کردم. من دیگه هونگ بوکس یاد نمیگیرم. یه مسیر دیگه ای پیدا میکنم. یه مسیر دیگه؟ میخوای به خارج از کشور بری؟ بله. شما که جاه طلبی منو میشناسی. من مدرسه رزمیمونو به بهترین مدرسه گوانژو تبدیل میکنم. اما در مورد خودم باید بگم من از وانگ پیشی میگیرم و تبدیل به افسانه بعدی در گوانژو میشم. خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم پسرم. عجب جسارتی. من پشت پام.
پس از پرستش خداوند شما حالا رسما شاگرد من هستید. استاد همیشه یادم میمونه. بوکس توسط استاد جیشان ایجاد شده و تا این زمان ادامه داشته. از این به بعد بوکس هونگو بهت آموزش میدم و امیدوارم که بتونی اعتبارتو گسترش بدی. داشتن اخلاق خوبم امری حیاتیه. اینو به خاطرت بسپار. برای توقف خشونت از زور استفاده میشه و اخلاق نیک شامل خیرخواهی، عدالت، صداقت، احتیاط و احترام میشه. اینو بدون که فقط با اخلاق خوب میتونی بوکس هونگو جلو ببری. استاد همه تلاشمو میکنم، ناامیدتون نمیکنم. لطفاً منو راهنمایی کنید. اول باید ذهنتو کنترل کنی. ذهنم؟ هنرمندای رزمی باید از رفتارهای پلید، خشن و شرورانه اجتناب کنن. بنابراین تو باید یاد بگیری که ذهنتو کنترل کنی. حرکت کنید. زودتر سوار شید. سوار شید. برو خونه. مطمئن نیستم کی برمیگردم. تا زمانی که رویه خودم رو برآورده نکنم بر نمیگردم. مراقب پدر من باش. استاد جوان مراقب خودتون باشی. کوانشی؟ خیلی وقت ندیدمت. خانم ژان گفت شما به خارج از کشور میرید. چیز مهمی نیست، اما پدرم اصرار داشت که مراسم خدافزی برگزار بشه. حالا همه میدونن که من دارم میرم. یه جوری میگی انگار میری خط مقدم. در واقع اومدم ازت یه درخواستی کنم. باشه خیلی خوب. داشتم تعجب میکردم که چرا باید بهم اهمیت بدی. بگو من چه کاری میتونم برات انجام بدم؟ لطفاً برای من یه خودکار بخر. وقتی مدرسه میرفتم یکی داشتم، ازم خواست که اونو بهش بدم، ولی من قبول نکردم و حالا متاسفم. آره، داشتن یه خودکار بزرگترین آرزوی هم بود. پس لطفا سوار شید. نگران نباش، این کار از بوکسم برای من مهمتره. وقتی برگشتم برات میگم. عمو رانگ به هم باکس یاد میدی؟ باید بیشتر رو درست وقت بذاری. نمیخوام مثل من بی سواد باشی. کلاسیای بزرگترم همیشه منو اذیت میکنم. من میتونم با باکس اونا رو شکست بدم. پدر بزرگت از این کار بدش میاد. من میتونم یه رازو در مورد خانم کوان بهت بگم. اگه به هم یاد بدی منصفانه است. چه رازی ها؟ نامزدش؟ میدونم که دوستش داری، قیافت داری نشون میده. بیانی؟ این امتحان کن ببین اندازته. ای رانگ، اینو یه نگاه بنداز. خوشگل شدی. دوباره تو حسابا اشتباه کردی. سلام خانم کوان. اما یوان ببینمت. شما خیلی بهش لطف دارید و مهربونید، حتی بیشتر از والدین مرحومش. بیانی خیلی خوش شانسه که معلمی مثل شما داره. اما یوان خواهش میکنم. خانم کوان قشنگ اندازمه. اما یوان نمیتونم این متن رو بخونم. شما میتونید ضررتون رو از دستمزدم کسب کنید. تمام وقت تو نمیخواد بوکس کار کنی. ما هر سه به این تجارت کوچیک وابسته ایم. باید کمی بیشتر تلاش کنی.
ممنون که با من اومدی. اون کسی که خیلی برام عزیز بود و من هیچ وقت نمیتونم فراموشش کنم. خانم کن بهتون تسلیت میگم. منو یاد پدر بزرگم میندازه. اون قبل از مرگش به من گفت که تو بهشت به من نگاه میکنه، پس باید تلاش کنیم زندگی خوبی داشته باشیم. رونگ، پدر بزرگت هرگز شما رو ترک نکرد، درست همونطور که اونم منو ول نکرد. خانم کن ممنونم، من خوبم. درد داری خانم کوان، بذار رون کمکت کنه، اون خیلی قویه. چی شده کوان؟ امیدوارم حالت خوب باشه. بچه ها منتظر کلاسشونن. قصاب رونگ، خانم کن خیلی آدم مرتبیم، ببینم دستات تمیزن. میبینی که خانم کن دیگه مشکلی ندارن. برو. لطفاً این حرفو نزنین. رونگ داشت کمک میکرد. متوجه شدی؟ خانم کن خیلی متمدنن، همیشه مؤدبانه رفتار میکنن. رونگ، میخوای خوندن یاد بگیری؟ جوانان باهوش باشن ملت هم باهوش میشن. جوانان ثروتمند باشن ملت هم ثروتمند میشه. جوان سالم و قوی باشن ملت هم قوی و سالم میشه. جوانان ترقی خواه بر جهان حکومت میکنن. کشور ما بر جهان چیره خواهد شد. کافیه. از امروز به بعد 2 فرم ترکیبی دورنا و ببر رو یاد میگیریم. ممنون استاد. فرم ترکیبی دورنا و ببر درست مثل اسمشه. فنون از ببر و دورنا گرفته میشن. انعطاف پذیری و ظرافت دورنا رو تجسم میبخشه و درندگی و قدرت ببر رو. دلاور مقابل ببری که به سمت شکارش حمله میکنه.
چابک همونطور که دورنا بال خودشو تکون میده. شما باید جسم و روح یکسانی داشته باشید، قدرت و انعطاف پذیری از درون و بیرون، و همچنین قدرت و چابکی. اینا ماهیت و جوهر بوکس هستن. بقیه کجا؟ استاد، اونا گفتن تا وقتی که استاد جوان بر نگردن ما هم بر نمیگردیم. اونا همشون الان تو مدرسه وانگ وی هونگ دارن تمرین میکنن. لطفا عصبانی نشید. لطفا عصبانی نشید. باش، پس منتظر چنگ وی میمونیم. اینجا چی میخوای؟ میخوام باهات مبارزه کنم. از این به بعد این مدرسه رزمی متعلق به منه. همه شما از من اطاعت میکنید. چنگ وی برام نامه فرستاده که داره برمیگرده. سریع برو به چایخونه کاجو یه میز برای استقبال از اون رزرو کن. متاسفانه یکی دیگه میخواد برگرده. تسای جینبا. از این که به من نگفت خیلی تعجب میکنم. اون دیگه الان مشهور شده. دائما همه جا استادا رو به چالش میکشه. نمیدونم کنگ فو رو از کجا یاد گرفته ولی فوق العاده است. دیگه به اسم تسای سرزن میشناسنش. پس اونه که در مدرسه های بوکس هونگ برنده شد. فکر نمی کنید بخواد از شما انتقام بگیره؟ نه، من فکر نمی کنم. اون از قصاب رونگ بیشتر متنفره. بهترین قسمت ماجرا هنوز مونده. رونگ، اون تسای سرزن یه قلدر بزرگه، داره از ضعف ما سوء استفاده میکنه. اون حتی گفت که فقط با بوکسرای هونگ کار داره. باید با استاد وانگ صحبت کنی. استاد مشغول درمانه، تا 2 هفته دیگه هم بر نمیگرده. این پسر کیو کجاست؟ اون الان تو مدرسه رسمی منه. حالا دیگه شده مدرسه رسمی تسا. این تسای سرزن همونی که شما سالها پیش ضرب و شتمش کردی. تسای جینبا. من حس میکنم میخواد بیاد سراغ تو. برای این کار باید منتظر استاد باشیم.
مدت اجاره شما به پایان رسیده. حالا دیگه میخوام ملکو ازتون پس بگیرم. خب بله، شما میتونستید به همون اطلاع بدید تا ما آماده شیم. به گلای من دست نزنین. چی کار میکنین؟ بلشون کن. رانگ، تا وقتی استاد برگردن میترسم تسای همه مدرسه‌های رزمی کانتونا تصرف کنه. منم از همین میترسم. چی کار کنیم؟ وقتی استاد داشت میرفت به من گفت رانگ، امورانگ چند نفر به خانم کوان حمله کردن. اون کجاست؟ منو ببر اونجا. تو مدرسه. بدو. تو همینجا بمون. تسای جیمباو، چه میخوای؟ همونی که بهم بده کار بودی. خانم کوانو ول کنید. این ملک متعلق به منه و مدت اجارشم به پایان رسیده. من حق دارم اونا رو بیرون کنم. کوان افراد منو مجروح کرده. من میتونم اونو ولش کنم بره، اما قبل اینکه ولش کنم میخوام لطفشو جبران کنم. چطور میخوای این کارو بکنی؟ اینجا رینگ توه. اگه امروز منو شکست بدی میتونی این زنو برداری و بری و تصور کنی همه خصومت‌ها از بین رفته. اما خب اگه ببازی اون وقت اون دستی که به من بده کار بودی و ازت میگیرم. با این حال من به شما لطف میکنم و هر دوتون رو با هم دفن میکنم تا بتونین اونجا کنار هم دیگه باشین. خب شروع کن. چه مبارزه کثیفی. از کجا یاد گرفتی؟ میتونی استاد 1000 پا رو ببینی. تو بین ما رزمی کارا یه نخاله ای. خیلی داری حرف میزنی. انگار متوجه اوضاع نیستی.
بازنده است. از من متنفر نباش. خیلی زیاده روی میکنی. پسرمه، لطفاً بذار اونو از اینجا برن. انگار خدا خیلی دوستتون داره. فعلا از جونتون میگذرم. به دایی بگو حتما یه روز بهش سر میزنم. بیا بیشتر بخور. متشکرم، شما بخورید. راستشو بخوای امروز نباید زیاد دخالت میکردی. تسایی داشت، قلدری میکرد، منم نمیتونستم تحمل کنم. استاد جوان، حرفی که استاد زدن برای مصلحت شما بود. اگه امروز تسایی به لینچ گیرونگ صدمه میزد، وانگ فی هونگ با شما برخورد میکرد. اون وقت میتونستیم کنار بشینیم و دعوا رو تماشا کنیم. من 3 سال خارج از کشور بودم، تمام تکنیکای بوکس غربی رو یاد گرفتم. من میخوام عزتمون رو به خانواده برگردونم. پیشنهاد خیلی خوبیه، خوشحالم کردی. آره درسته، انتخاب درستی کردی. خیلی خوب، بهتره بنوشیم. استاد تسای جیمباو میخوان شما رو ببینن. بیا این دارو رو بخور. نباید تو رو درگیر این کار میکردم. چه آدم بی مصرفیم. آدم وقتی ایستاده مثل کوهه، وقتی زمین میخوره چیزی از قدرتش کم نمیشه. اگه ذهن تو آرامش باشه مشتت محکم میشن. استاد وانگ یه بار اینو بهم گفت. بی پروا بودم و درسای استادو فراموش کردم. پسرم خوش اومدین. اومدم که شخصاً بازگشت تو تبریک بگم. از ادب به دور نیست که منو منتظر نگه داری؟ پسرمه
لطفا از پدر من کینه ای نداشته باش. ما هنوز یه خانواده ایم. اینطور نیست؟ آموزشی که تو غرب دیدی واقعا یه تفاوتی ایجاد کرده. خیلی وقته که اون اتفاقات ناخوشایند رو فراموش کردم. شنیدم که تو هنرهای رزمی پیشرفت زیادی کردی. اینطور که به نظر میاد تو هم خیلی پیشرفت کردی. من یه سری تکنیک های رزمی رو تو غرب یاد گرفتم. نظرت چیه که یکم مبارزه کنیم؟ حتما. منم داشتم دقیقا به همین فکر میکردم. کافیه. این کاری نیست که یه خانواده انجام بده. چنگوی برو استراحت کن. من میخوام با جیمبا چای بخورم. میتونید برید استاد. این دفعه چقدر میخوای بهم پول بدی تا از اینجا برم؟ جیمبا پسر خوب من همیشه به تو اهمیت میدادم. دفعه قبل وانگفی خیلی بی منطق بود. منم چاره‌ای نداشتم جز این که تو رو بفرستم بری. خوشحالم که میبینم قوی تر برگشتی. با این حال تو وانگفی و شاگردشو تحقیر کردی. من نگرانتم. باید خیلی مراقب باشی. واقعا؟ تا زمانی که اون قصاب رنگ زنده است موی دماغمون است. اونو مرده میخوای دیگره؟ با خیال راحت تجارت خودتو اینجا در کانتون ادامه بده. هوا تو دارم. من پشتت هستم. خانواده به درد همین روزا میخوره. رنگ باید استراحت کنی. اینا جوانهایی که تازه از کوه کندن. اینا گلای مورد علاقه شماست. بهتره قبل از پژمرده شدن بکارمشون. چیزایی که در گذشته اتفاق افتادن چیزی جز درد برای ما باقی نمیذارن. ما باید یاد بگیریم که اونا رو فراموش کنیم. رنگ لطفاً آروم باش و بهش فکر کن. باشه؟ خانم کوهن میخوام باهاتون عکس بگیرم. با این وضعیتم نه متاسفانه نمیتونم. میخوام لحظات کنار شما توی ذهنم بمونه. ای دست و پا چلفتی.
نتونستین یه زن و مرد چلاقو پیدا کنین؟ من 3 روز دیگه بهتون فرصت میدم. اگه بازم نتونین اونا رو برام بیارین میفرستمتون به جهنم. بله قربان. بیاین باد پسنای خوشگل، اسباب بازیای قشنگ، بیاین این طرف بازار، جنسای خوب دارم. بیاین این طرف، قیمتم خیلی خوبه. خانم اسباب بازی نمیخوای؟ اسباب بازیای قشنگ دارم، قیمتم خیلی خوبه ها. بی زحمت روبندتون رو بردارید. خانم کوهن، شما همیشه زیبایید. همیشه. شما فرم رضایت رو امضا کردید تا مسئول جراحات یا حتی مرگتون باشید. مهم نیست نتیجه چی میشه. هیچ یک از شما دیگه نباید با هم مبارزه کنید. از تصمیمت صرف نظر میکنید؟ لین شیرونگ، اول فرم رضایت رو امضا کنید، بعدش میتونید مبارزه رو شروع کنید. تسای جیمبا، تو برای من محترمی. مهم نیست برنده کیه. میشه حسابمون رو صاف کنیم؟ کمال میل، من با روش مبارزت موافقت کردم. پس بهت قول شرف میدم دیگه بعد از این مزاحمت نمیشم.
باختی. هنرهای رزمی پر از نیرنگی که یاد گرفتی و انرژی که صرفشون کردی و از بین بردم تا دیگه آسیبی به دیگران نزنی. امیدوارم راهتو درست انتخاب کنی و از اول شروع کنی. تو شر شرور رو از سر روسیه کم کردی، اما خیلی بد کتکش زدی. استاد وانگ اینو تایید نمی‌کنه. اون همیشه معتقد به پیروزی در کمال جوانمردی رفتار باشه. یه چیز دیگه، تسای جینبا و کسیه که اصلا احساس پشیمونی نمی‌کنه. میترسم اشتباهی بزرگی مرتکب شده باشی. در مقابل زورگویی مثل تسان کار من کاملا درست و عادلانه بود. بهش لطف کردم نکشتمش. به هر حال من دیگه به این دشمنی پایان دادم. هیچ مشکلی پیش نمیاد. نگران نباش. فکر میکنم دیگه کاملا خوب شدی. وقتی شده به درمونگاه بوچی لم بریم. اگه در نبود استاد مشکلی پیش بیاد و تو ممکن نباشی، استاد ممکنه سرزنشت کنه. هیچ کس نباید بفهمه که اون اینجاست. اطاعت میشه. تو دیگه میتونی بری. از این به بعد دیگه شاگرد من نیستی. استاد لطفاً منو ببخشید. بهم بگین چه اشتباهی کردم. من توبه میکنم و اصلاح میشم. قبل از اینکه مشتتو بالا بیاری باید یاد بگیری تا میتونی دستتو بالا نبری. فقط زمانی یادم شریف میشی که ذهنت در آرامش باشه. انسان باید ابتدا با اخلاق و مهربون بشه و وظایف فرزندی و برادریشو انجام بده تا برای از بین بردن شر و محافظت از مردم در مقابل پلیدی‌ها قهرمان بازی در بیاره. شجاعت از مهربانی میاد. با خویشتن‌داری فرد نیرو میگیره. وقتی کسی جرأت نکنه به دنبال برجسته ترین مکان باشه، میتونه با استعدادترین فرمانده بشه. انتظار نداشتم استاد وانگ تو رو از مدرسه‌اش اخراج کنه. با این حال تا زمانی که متوجه بشین دلیلش چیه، فکر میکنم بتونی دوباره به عنوان شاگرد استاد به تمرینت ادامه بدی. خانم کوهن، تمام مدت به حرفاش فکر کردم اما نتونستم منظور استاد رو بفهمم. میتونید برام شفافش کنید؟ در حقیقت میشه اونو تو 3 کلمه خلاصه کرد: خودسازی، شجاعت و شفقت. سومین مورد از همه مهمتره. شفقت که این یعنی تو باید با سخاوت به دیگران اهمیت بدی. الان متوجه شدم خانم کوهن. اینم از نسخه. متشکرم استاد وانگ. رونگ پسر ساده و شریفی، اما میتونه خیلی سرسخت و لجباز باشه. قصد داشتم اونو به عنوان جانشینم انتخاب کنم. اگه کسی مسئولیت بزرگی به عهده میگیره، اول باید به تمایلاتش غلبه کنه و عضلات و استخوناشو به درد بیاره. استاد از من میخواین که رونگو متوجه کارش کنم؟ اگه اون نتونست این اصل اخلاقی رو درک کنه، پس شایستگی اینو نداره که شاگرد من باشه. اجازه بدین این بازی رو تموم کنیم. خانم کوهن، شما باختی. شما تو این بازی فوق‌العاده. دلیلش من نیستم. این به این خاطره که امروز حواس شما جمع نیست.
بعد از این همه سال که از استادان زیادی هنرهای رزمی رو یاد گرفتی، من هیچ پیشرفتی در مهارت‌های رزمی نمی‌بینم. حالا که با این وضعیت اینجا دراز کشیدی، به مادرت چی بگم؟ تظاهر میکنی که برات مهمه دهی. حتی اگه غریبه بیشتر از شما دلش برام میسوزه. استاد ما چطور جرأت میکنی همچین حرفایی بزنی؟ در غیر این صورت چرا الان بهت پناه دادم؟ پس باید از شما تشکر کنم. اگه جون سالم به در ببرم، وفادارانه در خدمت شما. اگه هم مردم، باید جسدمو ببری پیش وانگ فی هونگ و ازش توضیح بخوای. زیاد در موردش فکر نکن. باید به خاطر منم که شده خوب بشی. یک، دو، سه، چهار، پنج، به عقب. یکی، دو، سه، چهار، پنج، به عقب. یک، دو، سه، چهار، به عقب. یکی به جلو. دو، سه، چهار، پنج، شیش. کافیه. آفرین، همه برید یه چیزی بخورید. بیاین بریم بچه ها. پسرمه، بیا بریم اتاق منو با هم غذا بخور. ممنون پسر دایی. من نمیخوام میز و صندلی های شما رو لکه در کنم. پسرمه، لطفا ناامید نشو. عمو یوان، کجا میری؟ بذار من ببرم تحویل بدم. میرم مدرسه رزمی مال. تو نباید پاتو اونجا بذاری. نه مشکلی نیست. اگه استاد ما رو ببینم ازش عذرخواهی میکنم. باشه پارس. بهتر دشمنا با هم آشتی کنن تا اینکه بخوان دعوا کنن. اینا دوتا سفارش مختلفه. کله برای غذاخوری چنه. آخه امروز تولد 60 سالگی آقای چنه تیر نکنی. این دیگه واسه چیه؟ اینو برای تسای جیم با او بپزید. اینطوری زودتر حالش خوب میشه. مهمون من. خیلی خوب، برو. به به، چه ضیافتی.
مگه مناسبت خاصیه؟ قربان استاد تسای دارم میره خونه. برای خداحافظی امروز ایشون برای شما آشپزی کردن. چه بچه خوبیه. چرا زحمت کشیده؟ دایی این غذا جیانگ نانه. مادرم بهم یاد داده بود. ممکنه خیلی خوب نشده باشه چون سال هاست که درست نکردم. امتحانش کنیم. بسیار خوب. جیمبو تو هنوز کامل خوب نشدی. چرا تا حالت خوب نشده اینجا نمیمونی ها؟ خوشمزه است. طعمش خیلی خوبه. دایی من الان حالم خوبه. حدس میزنم این پای فلج دیگه بهتر از این نمیشه. میخوام به خونه برم تا از مادرم مراقبت کنم. اگه از این غذا دوست دارین فکر کنم بتونم یه رستوران کوچیک باز کنم و زندگیمو بسازم. خیلی خوب بفرما. خب برو یه مقدار پول برای تسای بیار. خیلی خوب الان. به نظر میاد مسموم شدن، اما فقط گوشت بخار پس سمی بوده. به طور معمول سوزنای نقره‌ای با برخورد به سموم معمولی سیاه میشن، اما این سم باعث میشه سوزن بنفش بشه. من قبلا همچین چیزی ندیده بودم. یه جای کار میلنگه. گوشت از قصاب یوان بود. قصاب روینگ خودش شخصا گوشت تحویل داد. با پدر و پسرم هم اختلاف داشت. اون باید قاتل باشه. استاد جوان، شما شخص دنیا دیده هستید. تا جایی که ما میدونیم روینگ در حال حاضر مشکوک ترین مظنونه، اما اگه به گوش سم زده بود خودش میومد تحویل میداد. به نظرتون این مسخره نیست؟ میدونم که روینگ شاگرد شما هست، اما من فکر میکنم استدلال شما کاملا ضعیفه. برای حفظ آبروی شما من موردو گزارش نکردم، اما شما باید حقیقت مرگ پدرم رو مشخص کنین. متشکرم استاد جوانمو. لطفاً به من زمان بیشتری بدید تا این موضوع رو حل کنم. خیلی خوب باشه. 3 روز فرصت داری. بعدش من برادرای گوانجو رو دعوت میکنم به مدرسه رسمی و با مشتم در موردش تصمیم میگیرم. اگه روینگ برنده شد درد از دست دادن پدر و پسرم اما فراموش میکنم، اما اگه من برنده شدم باید از شما بخوام که به هیچ وجه از من متنفر نشید. در اسرع وقت به حقیقت پی میبرم. من معتقدم لین چیرونگ این کارو نکرده. همش تقصیر منه. حالا هم قصابی بسته شده، مردم نمیتونن گوش بخرن، اونا از من دوری میکنن. استادم هم از دیدنم امتناع کرد. بانو کن، من باید چی کار کنم؟ روینگ، من باور دارم که تو این کارو نکردی.
موتو رو به مبارزه دعوت کرده تا انتقام خانواده‌اش رو بگیره، اما به یاد داشته باش باید شفقت و رحمت داشته باشی. تو اینجا بمون، من میرم دیدن استاد بانک. استاد بانک، رنگ خیلی ناراحته. بوکس هونگ در پیچیدگی خودش آرام بخشه، اما خیلی زجر کشیده. بیشتر از این دیگه واقعا براش سخته. آرامش درون فرد جریان پیدا میکنه. وقتی که جریان آزاد میشه انرژی قوی میشه. اون بیگناهه. از درون تا بیرون باید قوی باشی. استاد بانک، لطفا این بارو به رون کمک کنید. این راز بوکس هونگه. استاد بانک، چطور شده؟ ذهن رنگ مثل ظرف آبه. فقط وقتی غرق بشه میتونه پیچیدگی بشریت رو درک کنه. فقط وقتی سخت گزیده بشه میتونه خودشو در دردها و پریشونیش حفظ کنه. استاد بانک، این حرفای بزرگو بذارید کنار. باید چی کار کنم؟ خیلی نگرانم. فقط به رنگ اعتماد کن، همین کافیه. استاد جون، شما خسته شدید. بهتره کم استراحت کنید. به نظر خودتون فردا میتونید تو مبارزه پیروز بشید؟ فردا روز عذاب اونه. این مبارزه خیلی مهمه. لطفا چیزی لازم بشید بهم بگید. من گوشت خام با کیفیت غربی نیاز دارم. گوشت خام؟ وقتی به سبک غربی تمرین میکنم باعث میشه انرژیم تحلیل بره. همینطوری زود انرژیمو به دست نمیارم. پس نیاز به تغذیه اضافی دارم. اطاعت. رنگ، نگران باختن نباش. از عواقبش اجتناب کن. در عوض شجاعانه با شکست رو بروش. اینا میتونه باری روی دوشت باشه، اما همینطور میتونه سلاح و زره تو باشه. گاهی اوقات به دوش کشیدن بار غم چیز بدی نیست، چون هرچه بار غم سنگین تر بشه قدرتمندتر میشی. بیا بگیر، این مال توی. اینا اسرار بوکس هونگه. ما بهت باور داریم، تو هم خودتو باور کن. استاد اینو نوشتن؟ مهم نیست چی بشه، فقط صادق باش.
بانو کوان میخوام شاهد باشید چطور خودم ها از بی‌عدالتی مبرا میکنم. من نمیام تا بتونی تمرکز کنی و برنده شی. اگه شکست خوردم به استاد بگید که من بیگناهم، گناهکار نیستم. لین شیرونگ اینجاست. پس چرا مبارزه رو شروع نمی کنن؟ نمیدونم. من از راه دوری اومدم. این چه وضعشه؟ مگه مسابقات اینجا قانون نداره؟ آره تو درست میگی، این کارشون واقعا مسخره است. ببینم تو از کجا اومدی؟ من از ووهان اومدم. منم راه زیادی رو طی کردم. این مسابقه باید برگزار بشه. استاد جون 1 ساعت گذشته. من اعلام میکنم لین شیرونگ حضور پیدا نکرد. لین شیرونگ به دنیای هنرهای رزمی توهین کرده. طبق قوانین موچنگوی برنده مبارزه میشه و لین شیرونگ طرد میشه. لین شیرونگ اینجاست. من پدر شما رو به قتل نرسوندم. تسلیتمو بپذیرید. اگه میخوای ثابت کنی تعهدنامه رو امضا کن. کافیه. منو ببخشید استاد جون. من به حقیقت پی بردم. سمی که استاد مو رو کشت
مال غرب بود. از غرب وارد بازار سیاه گوانگجو شده و این همون شخصیه که تهیه‌اش کرده. کار من قانونیه آقا. تسایی از من درخواست کرد که اونو به نمایندگی ازش بخرم، ولی من مخالفت کردم. اون منو مجبور کرد. من بیگناهم. این یه سوزن نقره‌ای و اینم سمه. لطفاً بهش یه نگاهی بندازید. بازش کن ببینم. نظر شما چیه؟ مال غربه. استاد جان، شما در خارج از کشور بودید. این نوع سم ما توی چین نمیتونیم تولید کنیم. تسای جیمبو میخواست رونگو با دستان شما بکشه. استاد جون، شما فریب خوردید. خانم کن رونگ، من دارم میرم. مراقب خودت باش. تو آدم خوبی هستی. خیلی خوشحالم که به مشکلاتت غلبه کردی. هنوز راه درازی در پیش داری. از استاد وانگ پیروی کن و سخت تمرین کن. کتابای بیشتری بخون و چیزای بیشتری یاد بگیر. باعث افتخارمه که تونستم با تو آشنا بشم. واقعا قصد نداشتم که از گوانگژو برم. فقط میخوام جایی که ناراحتم میکنه رو ترک کنم. من به یه جای دور میرم. رونگ، لطفا منو فراموش کن. از طرف کوانشی. کوانشین! یک
4 5 6 7 8 9 10 1 برای دانلود فیلم های بیشتر به وبسایت کینگ مووی مراجعه نمایید.手里。